جوربکل جماعت صمیمی رحیمov ها جماعت صمیمی رحیمov شما سال 98 رفت بودین من 4 ساله بودم پدرم مرا گرفته برده بودن بیرقی وای بود سرخ بود هم خیلی جلوه میدادم همون راه ها حالم هم خیلی ایستادگی است با مسئله آب رو هم خیلی وای جوربکل قطعی اوتاد کدام بیوخی برای چی کدام جوربکل میدونم کار دیو که او دروغ گفتی سر گوش کن من از میدونم تیابیون او بابید بود بفکرم اوتاد نبود کی گفت زد که خیلی مسئله باید تیابیون ده برای کش کفته خیلی دینفو ولی مرکز نوعیت و جوربکل راهش وای است وای چند کیلومتره 17 کیلومتر صدقه بشم یا بودجت دولت تاجستان و مگران جوربکل در خراجات کنیم می آموزیم چند خواهد اهالی داره جوربکل 11,000 گوش که من پریپوتت کیسم جوربکل موضعی که غلطانایی ها و میشه تخمی بله فهمیدی که رحمانوف یه عمر پریپوتیت کردگی حکومت کردگی تا امروز این پریپوتیت کرده است میگه قطعی اوتام بگو میگه قطعی بوبوت بودی میگه که این وقت اومدگی تو توج راهوی ما اسفالت نیست این وقت تو با قدرت رسیدگی رحمانوف لعنت کرده راهوی ما اسفالت نیست میگه تو دروغ گفتی است بعد میگه که قطعی اوتام بودی میگه قطعی بوبوت بودی میگه که ای مرکز ناحیه تو همون جوربکل چند 17 کیلومتر اسفالت نیست مردم نه او دورن نه یعنی که راه دورن چی گپای میگه که یا بودجت کشور مگر مصرف کنیم که جوربکل اسفالت کنیم بو میگه چند اهالی دورن میگه 11000 ما پریپوتیت کردست میگه او فهمید که عدد اهالی شد همین جوربکل خودش بخیز اگر قوری هم رحمان فهمید کنه احسن با انا همین خیل پدر و مادر و بابایی که همین خیل جوان تربیت کردن تو خیز در روی بزرگترین جهاد انا همین کودک کرد گفتن سخن حق در روی پادشاهی ظالم انا اینا میگن 2 سال 3 سال ما مبارزه برده استیم با یک گپی زدگی همین جوربکل بهترین جهاد کرد برای در روش گپ زد شما باید طلب کنه رحمان فلانت کرده الا سوید نداریم راه نداریم آب نداریم چی گپی چی دولت دوری ای انا اینا رو میگن بهترین افرادی که در پیش رحمان رو میخیزن گپ میزنن انا ایتانی باید گپ زدن در کره جناب عالی شما بسیار هم انسان خوبید با تاجیکستان صلح آوردید با ناحیه ما آمدید صفا آوردید این گپا دروغن نگید تری گپا خستی اجاد بگرد بگو وای رحمانوف مامای من یعنی که چند ساله پنسیش 80 سومانی است که پنسیه مامای من 1000 سوم میکنی اوتای من معلومه اولیکش 800 سوم است که اولی که اوتای من بالا میکنی چی ده که تو برای ما شرایط مهیا میکنی که ما زندگیمون بهتر شود انا اینا میگن مردی که میتونه در مقابل هر یک شخصی که حق او را میخوره گپ زنه